از طرف ارگان‌های مقامات حقوق به این اهمیت جدی داده نمی‌شود. این مسئله یکمش همین است. مسئله دومش که پدر و مادرها همین فرزندان را در حقیقت به نظارت می‌مانند. از این منفی از این حادثه جنایتکاران استفاده بودن و کودکان دیده ممکن به یکم راهی دیگر جا به یکم دولت می‌فروشند یا که برای یکم عضو بدنی و یا همین بوده همین کودکان را دستگیر کردن می‌برند نیست نمود می‌کنند. من هم از دارن می‌برم دیدم روغاری رسمی زمینی دیدم که دفعه رسمی دفعه آمدن لیکن من نمی‌دونم باشم بیشتر من به فکر می‌کنم که به اهمیتی پدر و مادر والدین اگر والدین با هم بهتر باشند اصلا حالا چی بوده که می‌شود دیده شدیم که شد مردم و اصل کودکان از شهر دور شده است. هیچ وقت این فعل نبود کدام گروه پیدا شده بود و فکر برای ارگان کودکان برای ارگان شده همین کار کرده سنتی گفته یافتن در کافی بعد شدن میگیرن. اگر پدر و مادر مسئولیت نقض داشته باشد به فرزند را نقض احتیاط کند تاکید کند من فکر میکنم که هیچ وقت فرزند گم نمیشود. وقتهای اخیر در جمهوری مقادشین کودکان تست رخ داده است. خاطر همه والدین خواهش میکنند که نسبت به فرزندان بی‌طرف نباشند. مخصوصا همون قرار حکومت جمهوری تایسون درباره مسئله پدر و مادر را بررسی کنند کار کرده برای و همکاری را با مکتب و تشکیلات جمعیتی والدین بیشتر برای مانند تا که فرزندان به تربیت قبول نشوند. اگر پدر و مادر نسبت به فرزند مسئولیت شناس باشند و پدر و مادر کودکان را احتیاط کنند و من فکر میکنم که خیلی دوزی‌ها نمیشود و اگر کارمندان ما این کار را سرگیری کنند من فکر میکنم که آن کسانی که دوز هستند مثال آن کسانی که به خلاف وطن دست میزنند دستگیر خواهند کرده شد و این خیلی کارها در وطن عزیز ما نشود. به نظارتی نیست. نظارت چه قبول همینقدر وای به نظارتی از طرف پدر و مادر است. همین دولت که مایده را که راهش نگرفتی میره و یا جا خوش میبره یک کسی میگیره میدونه این همین شده همین کاراش نیست. فکر شخصی من همینه که همین برای عضو بدنی همین دیده میبرن برای عضو بدنی همین کودکان که ممکن به یکم اپراسیون یکم شخص دیگر همین استفاده بوده میشه. باید ارگانیزی حقوق اینا باید همین جدی هر یک участковый و دیگر شخصی مسئولی که در این کار سر کار دارن زیر نظارت خطی همین ارگانیزی حقوق باید قرار داده شود. من در همین میگم در سالهای اخیر من برای فروختن قسم‌های ارگانیسم به کار برده میشه. در خارج میفروشن همه به مقصد کارهای سودا است که فکر پیش این رو حتما گرفتن لازم تا این پدیده ریشه نداره. امروز در تاجیکستان همین آوازها که چون پخش شده است و مردم رو به واهمه که انداخته است این خوب است. یک جهت پدر و مادران باید پیش از همه فرزندان خود را به نظارت نگذارند و مقامات دولتی هم بی‌طرف نباشند و بر ضد این عمل نامطلوب مبارزه زیاد برند. نسبت والدین و پدر و مادران همین اطفال و کودکان گفتنی هم که اصلا باید پدر و مادران نظارت ببرند و مسئولین نظام هم به خبر نباشند از این کارها و بعد اونها هم مثلا دنبال این آمار دنبال این جنایت هایی که در امروز در کشور عزیز ما می شود باید چیکار کنند خلاصه برآوری کنند و اونها هم نیز به عهده نباشند و این آمارایی که در اینجا ما شنیده ایستاده‌ایم آوازه ها از میان سخنان مردم خلاصه تا امروز آمار نشان میده تا 70 نفر از کودکان نابالغ را ربودند. پدر و مادران و بعداً امنیت ملی و حکومت دولتی باید از این پی این جنایت‌های متشنج باید چیکار کنند دنباله‌گیری نمایند.